السلام علیکم دوستان عزیز و مهربان ما. موضوع خیر است. همکارمان نقل میکند روز یک مرد به خاطر خیر کردن به کوچه میبراید و او چنین مقصد میگذارد که به نفری ضروری یا به نفری که حقیقتاً به مبلغ نیاز دارد به اون نفر کمک نماید و به ماشین خود میشیند و به بازار مردانی که کرایه کار میکنند میرود. آنجا از ماشین میفراید و میگوید کیست نفری که کار میجوید. همان کارگران متوجه سخن او میگردند و او میگوید من یک حاجتخانه دارم و میخواهم نفران از شما یا که این یک نفر از شما آن را تازه نماید و به عوض کار وی من 10 سامانی به او مبلغ بدهم. روز یکم هیچ کس راضی نمی شود. این مرد روز دوم می آید و نهایت نفر یافت می شود که با مبلغ 10 سامانی راضی است حاجتخانه این مرد را تازه کند و آن مرد را به پیش خود دعوت می کند، به ماشین می شینند و این مرد خیرخواه می پرسد ای برادر برای چی تو با این مبلغ کم حاجتخانه مرا تازه کردنی هستی؟ این مرد کارگر چنین جواب می دهد یک چند روز است که من با اهل و عائله خودم آنقدر سیر نیستیم، یعنی که همان قدر میخوریم که گرسنگیمون را برطرف میکنیم. و نهایت این مرد خیرخواه میگوید من به مقصد خیش رسیدم و نهایت نفری که من حقیقتاً به اون خیر کردن را میخواستم یافتم. و نهایت آن مرد خیرخواه از جیبش $350 را میبرارد و به آن مرد کارگر میدهد و با او خیر خوش میکند. خدا حافظ دوستان عزیز و مهربان ما.